لاتاری و یا گرین کارت چیست؟ برنامه لاتاری گرین کارت امریکا ساده ترین و ارزان ترین روش برای مهاجرت به امریکاست. برای ثبت نام در برنامه لاتاری که هر سال برگزار میشه نیاز به شرایط خاص و ویژه ندارین و تقریبا همه افراد میتونن که در این برنامه شرکت کنن. برندگان هر دوره بعد از اینکه ویزه خود را دریافت کردن میتونن همراه با خانواده خود یعنی همسر و فرزندان زیر 21 سالشان وارد کشور امریکا شوند و ضمن زندگی همیشگی در امریکا از امتیازات شهروندان امریکایی همچون کار، افتتاح حساب بانکی و تحصیل در امریکا بهره مند شوند. برای ثبت نام در لاتاری چه مدارکی را نیاز داریم؟ تنها مدرک مورد نیاز برای ثبت نام لاتاری امریکا برای فعلا یک قطعه عکس است و البته وقتی که شما تقاضایتان پذیرفته شد باید پاسپورت هم داشته باشین. عکس لاتاری برای ثبت نام بسیار مهم است. اگر مطابق شرایط مشخص نباشه باعث میشه که متقاضی از این قرعه کنار گذاشته شود. برای ثبت نام لاتاری هم متقاضی اصلی و هم زیر مجموعه های از او مانند همسر و فرزندان زیر 21 سال نیاز به یک عکس استاندارد دارند که در ادامه براتون تشریح میسازم که چگونه میتونین با یک دوربین در خانه یک عکس استاندارد برای ثبت نام لاتاری را تهیه کنید. زمان ثبت نام لاتاری هم از 2 اکتبر الی 5 نوامبر 2024 اعلام شده. اگر شما متأهل هستین میتونین همسرتان و تمام فرزندان زیر 21 سالتان را که ازدواج نکردن به عنوان همراه در قسمت راجستر اطلاعاتشان را وارد کنین و در واقع تمام افراد متأهل دو چانس دارن، یک چانس برای راجستر نام خودشان و یک چانس برای راجستر همراهی. اما اگر پاسپورت ندارین و یا تاریخش تیر شده، امسال برخلاف سالهای قبل میتونین بدون پاسپورت هم مراحل ثبت نام لاتاری 2026 را طی کنین، اما بعد از این که پذیرفته شدین برای مصاحبه و ادامه کارها باید پاسپورتتان را جور کنین. این را هم به یاد داشته باشین که هر فرد تنها یک بار میتونه ثبت نام کنه. اگر شما با یک اطلاعات 2 و یا 3 بار ثبت نام کنین این چانس شما رو بالا نمیبره بلکه باعث ریجکت شدن درخواست شما میشه. ثبت نام لاتاری هم کاملا رایگان هست و نیاز به پرداخت هیچ گونه وجه نیست. اگر شما به کافی نت برین و جاهای دیگه برین که از شما هزینه دریافت میکنه، در واقع او کارمزد انجام راجستر شما هست که شما میتونین بدون پرداخت هیچ گونه هزینه با آسانی این کار را انجام بدین. کافی است که تا انتهای ویدیو مرا همراهی کنین و با دقت تمام مراحل را تماشا کنین. خب دوستان عزیز، آدرسی که در قسمت دیسکریپشن مانده بودم کپی کنین و در این قسمت در قسمت آدرس بار گوگلتان سرچ کنین dvprogram.state.gov و این صفحه را بیارین. باید حتما به این صفحه وارد شوین، صفحه مربوط به ثبت نام لاتاری. خب در قسمت اول آمده که DV 2026 Instructions دستورالعمل چگونگی ثبت نام هست که این خب من براتون تشریح میسازم. فوتو اینستراکشنز را داریم که مهمترین بخش ثبت نام لاتاری است. بریم ببینیم که چی دستورالعمل برای ما گفته. این 4 عکس که در بالا میبینین اینا عکسایی هستن که acceptable visa photos، قابل قبول هستن اینها. اما با جزئیات بیشتر بریم این پایین ببینیم که چی نوشته کرده برای ما. خب acceptable. The image is clear, reproduces skin tones accurately and doesn't have shadows. این عکس قابل قبول است، واضح هست و صورتش روتوش نشده، با فتوشاپ کاری رویش انجام نداده. دقت کنین که عکس طبیعی باشه، او را فیلتر نسازین، عکس کاملا طبیعی باشه، روتوش نکنین، با فتوشاپ روی ازو کار نکنین، سایه نداشته باشه، همینطور واضح. خب این عکس دوم ببینین شما، این قابل قبول نیست چرا که خیره آمده، لایتش شفاف نیست. عکس سوم هم به همین قسم، این رنگش بخی تغییر کرده، آبی است. این عکس قابل قبول است، شفاف است، طبیعی هست، سایه نداره.
این عکس هم غیر قابل قبول است که سایه آمده. سایز و پوزیشن. سایز باید به این قسم باشه، 2 اینچ در 2 اینچ. این عکس اشتباه هست. عکس باید این قسم باشه، یعنی که کمی پایین تر از شانه ها حتما در عکس بیایه، در تصویر باشه. این عکس هم اشتباه هست، به گوشه رفته. همچنان این عکس بسیار دور رفته و این عکس که کامل نامده، سرش کات شده. خوی از سایز پوزیشن، رزولوشن و کوالیتی که کیفیتش است. کیفیتش باید واضح باشه، تار نباشه، یعنی جزئیات کامل دیده شوه. این تصویر اشتباه است، میبینین که تار آمده. این عکس هم نویز داره و این عکس هم همچنان اشتباه است که بسیار زیاد زوم شده و کیفیتش خیلی پایین است. خب دیجیتال چینجز، در این قسمت گفته که نباید که کات کنین. این معلومدار بوده که بک‌گراند داشته، از این بالای سر میبینین که ناهمواری زیاد داره، این را کات کرده. این عکس درست است، بک‌گراند طبیعی است، از خودش است. این عکس اشتباه هست، چرا که این گرفته جمع کرده، لاغرتر نشان میده. این هم اشتباه هست، چشما سرخ آمده. این عکس هم همچنان اشتباه هست که این را خب بخی کارتونی ساخته. خب پوز و اکسپرشن، حالت، این قابل قبول است که حالت طبیعی خود داره. این درست نیست، چشما رو باید مستقیم به سمت دوربین باشه، دوربین تماشا کنین. این حالت هم اشتباه است. خندیده باید حالت نچرال باشه. این خو نیم تقریبا سراخ استاد شده، این اشتباه است. باید هر دو گوشتان در تصویر بیایه. این هم عکس اشتباه است. این خود چشمای خود پود گرفته. خب خواهرانی که حجاب دارن میتونن حجاب سرشان باشه و عکس بگیرن. اینجا فوتو تیپ آمده که You may not wear hats or head coverings except for religious or medical purposes. میگه که شما نمیتونین که سر خود بپوشانین و یا کلاهی چیزی بگذارین غیر از به استثنای اهداف مذهبی و یا طبی. بک‌گراند هم خب باید سفید باشه، بک‌گراند یعنی تکسچر نباشه، دیوال نباشه، رنگ نباشه، رنگی نباشه. این خب پشت پنجره استاد شده. این بک‌گراند درست است و این هم روی صندلی فکر کنم شیشته. این هم درست است، بک‌گراندش سفید است. خب عکس اولادا چه قسم باشه؟ این درست است. میبینید که کاملا چهرهش پیداست، گردی صورت کاملا پیداست، یعنی مستقیم به دوربین تماشا کرده. این اشتباه است، سر خدا او طرف گرفته. این مثال درست است. چهره کاملا باید پیدا باشه، اینا اشتباه است. این خود تار است و در بغلتان نگیرین. باید که یک جای اگر نمیتونه استاد شوه باید بخوابانین و چهرهش مستقیم سمت دوربین بگیرین و عکس را بگیرین. خب این از توضیحات کامل در مورد عکس بود که مهمترین بخش ثبت نام لاتاری است. دقت کنین دوستا، وقتی که شما عکس را آپلود میسازین برای شما ایرور نمیده که این عکس درست است یا غلط است. این عکس را بعداً در وقت چک کردن معلوم میشه که این عکس درست است و یا اشتباه. اینجا برایتان ایرور نمیده که شما بازو را اصلاح بسازین. این ممکن است که شما تمام مراحل را به خوبی سپری کنین اما عکستان
یک عکس در چوکات و قانونی نباشه، این درخواست شما بررسی نمیشه. پس بسیار دقت کنین در بخش عکس که یک قسمت بسیار مهم است در ثبت نام لاتاری. خب begin entry، از این قسمت، از این دکمه سبز ما ثبت نام آغاز میکنیم. اما این آخر چک استاتوس آمده، این مربوط میشه به کسانی که سال گذشته لاتاری ثبت نام کردن. از این قسمت میتونن چک کنن که آیا پذیرفته شدن و یا خیر. خب begin entry میزنیم و میریم به سراغ ثبت نام. خب در اینجا یک کپچه آمده، کپچه را خانه پوری کنین و سابمیت را بزنین. خب وارد شدیم به قسمت ثبت نام. در قسمت اول باید نام خانوادگی و یا تخلص تان نوشته کنین. دقت کنین که نام در قسمت دوم است. در قسمت اول نام خانوادگی و یا تخلص تان باید نوشته کنین. خب من اطلاعات دوست خدا وارد میکنم. در این قسمت میدل نیم آمده، ایران نو میدل نیم بزنین. اگر نامتان احمد شاه، احمد ولی، محمد علی اینچنان اسمها هست، اینها میدل نیم نیستن. این اقسام نام ها شامل میدل نیم نمیشه. ایران نو میدل نیم بزنین و کل مکمل نامتان را در فرست نیم نوشته کنین. قسمت دوم جندر، جنسیت هست. میل اگر مرد هستین ای را میزنین، اگر خانم هستین فیمیل. برث دیت، سال تولد، تاریخ تولد. در این قسمت سال را وارد میکنین. در این قسمت روز و در این قسمت ماه. اگر تاریخ تولدتان به میلادی را نمیدانین، میتونین به یک سرچ ساده در گوگل تاریخ شمسی را به تاریخ میلادی تبدیل کنین. City where you were born، جایی که شما پیدا شدین، شهری که شما پیدا شدین را اینجا میزنین. برای مثال کابل. و یا birth city unknown، یا اگه نمیفهمین که در کجا پیدا شدین، این گزینه را فعال میسازین. در قسمت پنجم هم کشوری که در اونجا پیدا شدین، زادگاهتان را، افغانستان یا هر کشور دیگر را انتخاب میکنین. قسمت ششم مربوط به کسانی میشه که دو ملیتی هستن، پدر یا مادرشان از یک ملیت دیگر هست. اینجا نو را میزنن و ملیت دیگر خود انتخاب میکنن. در غیر این صورت یس را میزنین، میمانین که یس باشه و این قسمت غرض نمیگیرین. خب این قسمت مربوط به قسمت هفتم مربوط به عکس میشه. میرین به فایل مورد نظر خود و عکس خود آپلود میکنین. بخش هشتم مربوط به ادرس میشه. این گزینه هایی که آپشنال داره اینا رو میتونین که پر نکنین، ضرورت به خانه پوری نداره. برای مثال ما یک آدرس نوشته میکنیم، شهر کابل. این قسمت را حتما باید پر کنین. ناحیه چندم در از شهر شما زندگی میکنین. اگر منزلی که شما میشینین کد پستی داره، خب می نویسین. در غیر صورت نو پستال کد را تیک میزنین و در این قسمت هم کشور که در او زندگی میکنین را انتخاب میکنین. Country where you live today، قسمت نهم کشوری که برای فعلا در اونجا زندگی میکنین را انتخاب میکنین. افغانستان است، پاکستان هست، هندوستان است، ایران هست، هر کجا. و در اینجا شماره تلفنتان، نمبر تلفنتان هم می نویسین. آپشنال هست، یعنی که میتونین این اطلاعات را وارد کنین و یا میتونین وارد نسازین. بخش ایمیل
حتما یک ایمیلی را که در دسترستان هست و همیشه او را چک میکنین، اینجا یادداشت کنین و پسوردش را فراموش نکنین که همراه خود داشته باشین که این ایمیل بسیار مهم است. اگر شما ایمیلتون را گم کنین و یا پسوردش را فراموش کنین دیگه کل زحمت هایتان هیچ میشه. این ایمیل را باز در باکس دوم وارد میکنیم. در قسمت 12 شما باید تحصیلات خود وارد کنین. برای ثبت نام لاتاری حتما باید حداقل مدرک تحصیلیتان دیپلم باشه. اینجا پرایمری اسکول اونلی نوشته کرده، های اسکول نو دیگری نوشته کرده، اما وقتی که شما برای مصاحبه برین و برای پذیرش شدن برین حتما باید دیپلم داشته باشین. پایین تر از دیپلم باز برایتان بسیار مشکلات پیش می آید. در قسمت 13 حالت مدنیتان را پرسان کرده. آن مرید، اگر مجرد هستین آن مرید را انتخاب کنید و اگر متأهل هستین گزینه دوم. حالت سوم مربوط به کسانی میشه که همسرشان سیتیزن آمریکا هست. خوی خیلی کم پیش میایه. اگر شما مرید را انتخاب کنین باید در صفحه بعد مشخصات همسرتان را وارد کنین. number of children، تعداد فرزندانتان را اینجا می نویسین. باز در صفحه بعد تمام همین اطلاعات را باید برای همسرتان و اولادایتان نوشته کنین. باز کانتینیو را میزنیم. خب در این صفحه کل اطلاعاتتان را برایتان میاره. شما باید چک کنین که اشتباه نباشه، غلطی نباشه. چیزی که در اینجا شما نوشته میکنین بسیار مهم است که به وقت مصاحبهتان باید تمام اطلاعات تطابق داشته باشه. نامتان، سنتان، تاریخ تولدتان، زادگاهتان، کلش باید همخوانی داشته باشه. بعد از اینکه را چک کردین سابمیت را میزنین. اگر که شما فرزند و یا همسر داشتین خود این صفحه باز برایتان همون اطلاعات قبلی را میاره و شما باید باز خانه پری کنین و در غیر این صورت سابمیت را میزنین و به صفحه آخری انتقال داده میشه. و در آخر هر وقت که با این صفحه مواجه شدین و این نوار سبز همراه سکسس را دیدین یعنی که راجستر شما با موفقیت انجام شد. این 4 اطلاعات بسیار مهم هستند. پیشنهاد میکنم که یک اسکرین شات حتما از این صفحه داشته باشین و این اطلاعات را و این کد را حتما یک جای بنویسین که فراموش نکنین و یا از پیشتان گم نشود.